دوستان تو این ویدیو میخوام بهتون فرق فوم و کف آموزش بدم. من محسن یگانه نسب هستم، مدرس نوشیدنی های سرد، گرم، لاته آرت، طراحی با قلم و غیره. امروز میخوام فرق این که با آب و مایع، کف و فوم چجوری میگیرن که فوم یک دست در میاد. خب برای هر دوتا یکسان میریز، تقریبا 3-4 قطره مایع ظرفشویی. اولیو میخوام براتون کف بزنم. ببینید به این میگن کف. یا نزدیک قشنگ بالا بگیر که ببینن. ببین نگاه کن، به این میگن کف. این میشه کف. شما هر کاری هم کنی با این نمیتونی لاته آرت تمرینی بزنی. حالا فکر کن همین شیر پرچر باشه، شما اگه بخوای اینجوری بگیری بازم نمیتونید. یه شیر مخملی رو یک دست بگیرید. حالا اصل کاری اینجاست، فقط توجه کن. اینم همون اندازه مایع ظرفشویی میریزیم. این شد کف. حالا بیا ببینیم برای فومگیری درست و اصولی با آب و مایع. این میشه فوم، این میشه کف. حالا من آماده کردم کاپ، من براتون اجراشم میکنم. ببینید اصولش اینه، مثل هیچ شیره یک دست، حبابم نداره. حالا میریم برای اجرای لاته آرت زیرسازی یا همون پورینگ. ببینید خیلی آروم آروم زیرسازی انجام میدی، عجله نمیخواد. تولیپ اول، دوم، سوم و آخری نگه میکنی میاری بالا، خط وسط یا همون خط تقارن. ببینید چقدر جذاب شد. با همین چند تا نکته های خیلی ساده راحت میتونی لاته آرت بزنی. بازم یه ویدیو دیگه پر میکنم براتون این که چجوری با شیر پرچر بتونی فومگیری خیلی جذاب داشته باشی. ویدیو بعدی و حتما براتون از فومگیری شیر، چند درجه باشه، چجوری فومگیری کنیم، چه شیر مناسبه، چه لاته آرتی، چه طرحی. ما برای طرح قلبمون بازی فوم جداگونه میگیریم، تولیپ همینجور، روزتا همینجور، سوهان هم همینجور. فومگیریامون یک دست نیست، یکی نیست، یکی برای همه استفاده نمیکنیم. خیلی مخلصیم، چاکرتونم. اگه نکته چیزی بود حتما داخل کانالم زیر همین ویدیو کامنت بذارید. مخلصیم.